سلام و عرض ادب. من پارسا آزادی هستم، فعال عرصه تکنولوژی. امروز در کانال پی آیلند با آموزش دانلود نسخه بتای iOS 26 در خدمت شما هستیم. خیلی 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 کار آسونیه. حالا در ادامه با قابلیت ها و تغییراتی که کرده در خدمت، یعنی توضیح میدم براتون. مهمترین تغییری که iOS 26 کرده، البته خود شرکت اپل مدعی شده از iOS 7 تا به الان بزرگترین تغییری بوده که اعمال شده روی iOS یه دفعه، و از iOS 18 و 5 یه دفعه رفتیم روی iOS 26. مهمترین تغییری که داشته طراحی لیکوید گلاسه که کلاً حس یه رابط کاربری شیشه‌ای رو به شما میده. تغییراتی که داشته شفافیت و درخشندگی بیشتر، پویا بودن عناصر، صفحه قفل پویا، نوارهای تب پویا، انضباط رنگی، ویژوال اینتلیجنس، کال اسکرینینگ و لایو ترانزیشن و نظرسنجی در مسیجینگز. حالا کلند فقط این آپدیت مختص به موبایل ها نیست، یعنی iOS یه دفعه فقط iOS نشده 26. از موبایل ها تا ساعت هوشمندهای اپل، تلویزیون های مک و عینک واقعیت مجازی اپل تا آیپد ها همشون آپدیت 26 رو دریافت میکنند و ما الان، حالا شما وارد سایت دیولوپر که بشید میتونید مشاهده بکنید این چیزایی که من گفتم و میتونید از سایت دیولوپر خیلی راحت iOS نسخه بتای iOS 26 رو دانلود بکنید. این الان صفحه رو نخوند. عکسایی که درباره آپدیت جدید اینجا کامل براتون میاد. حالا اسکرین رکوردش رو براتون میذارم. اینو که بزنید روی قسمت پایین ترین قسمت اکانت باید بزنید و وارد ایمیل اپل آیدیتون و بعد رمز اپل آیدی. بعد که توی این قسمت این کارو کردید، اوکی کردید، اگه فایلی بود که باید همینجا دانلود میکردید دانلود کنید و اگرم فایلی نبود میایید بیرون. اینم همون تم شیشه‌ای که اضافه شده. توی ستینگ، توی جنرال، اینجا یه قسمتی میاد، صبر میکنیم چک فور آپدیتش رو انجام بده. اینجا الان برای من iOS 26 بتای 3 که حالا من باز خیلی باگ توش دیدم که باگاشو براتون میذارم. اینجا بتا آپدیت، اینجا باید مثلا براتون توی iOS احتمالاً برای شما 18 یا حالا پایینتر یا بالاتر، حالا هر نسخه‌ای که هست یه نسخه اضافه میشه iOS دیولوپر بتا. اینو که بزنید بیایید بیرون، اینجا فایل نصبیشو میتونید دانلود بکنید و بعد از دانلود خیلی راحت فایل براتون بالا میاد و مثل خود آپدیت اصلی گوشی، ولی خب بازم باگای مختلفی داره که حالا اسکریناشو یا حالا اگه ویدیویی بود براتون میذارم. تا جایی که شد تغییرات رو گفتیم، نحوه نصبش رو گفتیم که کاری نداره، همون وارد دیولوپر که بشید دیگه بقیهش همون قسمت اکانت دیگه باید خودتون ایمیل اپل آیدی و رمز اپل آیدی رو بزنید و بعدش هم که توی جنرال توی آپدیت های گوشیتون خیلی راحت نسخه بتاش اضافه میشه و از مثلا iOS 18 یا 17 میتونید سویچ کنید روی 26 و خیلی راحت نسخه بتا رو دانلود کنید. ولی این نکته هم بگم که iOS 26 چون هنوز نسخه رسمی عرضه نشده و بازم حالا من بگم باگ داره، خیلی ها میان میگن که نه ما مثلا نسخه 2 رو تست کردیم، نسخه 1 رو تست کردیم، هیچ باگی نداشته. ولی من الان نسخه 26.3 رو دارم و خودم خیلی باگا توش دیدم. توی تقریبا 1 ماه نیست که تقریبا 1 ماهه که نصب کردم، یعنی از همون اوایلش که اومد و واقعا باگ هایی داره که ترجیحاً میگفتم کاش صبر میکردم. خیلی چیزای خفنی داره. میتونید مثلا برای بک‌گراندتون عکسای سه‌بعدی بذارید، عکسای خودتون رو سه‌بعدی بکنید، یا اینکه خیلی قابلیت های دیگه، ساعت و
میشه مثلا بزرگ و کوچیک کرد، بالا پایین کرد، اندازش رو تغییر داد. یه همچین چیزهای جدید اضافه شده. کلا همون ظاهر لیکوید گلس و خیلی آپدیت جدید که میتونیم منتظرش باشیم تا همه اینا رو بدون باگ تجربه کنیم. اگر مثلا برمیگشتم به عقب، من خودم ترجیح میدادم روی همون 18.5 iOS گوشیم بمونه و حالا باگاشم براتون میذارم. امیدوارم که به کارتون اومده. اگرم نکته‌ای نگفته بودم حالا وسط ویدیو توی تدوین اضافه میکنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدید. هم پیجای اینستاگرام پی آیلند و پارس آزادی رو داشته باشید، هم کانال های یوتیوب. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.